امروز اومدم برای اولین بار یه بازی فوتبال آمریکایی رو از نزدیک ببینم. اینجا روزای بازی خیلی شلوغ میشه و مردم از کل نبراسکا میان تا بازی رو ببینن. اکثرا هم به خاطر رنگ لباس تیم قرمز میپوشن و از 2-3 ساعت قبل بازی مراسم‌های مختلف اجرا میکنن. یه سری طرفدارای دو آتیش هم هستن که با لباسای خیلی باحال و خاصی میان. امروز هم ورزشگاه خیلی شلوغ بود و تقریبا 80000 نفر اومده بودن. یکی از باحال‌ترین کارهایی که میکنن اینه که قبل هر بازی 2 تا جت از بالای ورزشگاه رد میشه. بعد از کلی تشریفات قبل بازی بازیکن‌ها هم اومدن و کم کم بازی شروع شد. سمت راستشون ضعیفه، به نظرم بعد با رامی رضاییان ببندن. یه چیز جالب دیگه برام این بود که خیلی‌ها با خانواده اومده بودن و زن و مرد و بچه کنار هم دیگه نشسته بودن و بازی نگاه می‌کردن. با اینکه از قوانین بازی زیاد سر در نمی‌آوردن ولی واقعا با جون و دل تشویق می‌کردن. اینجا هم غذا تو ورزشگاه خیلی گرونه و این ناچویی که بین بازی خوردیم تقریبا 16 دلار شد با نوشابه. صابر بازی رو بردیم، چرا ناراحتی؟ 25 تا موقعیت پنالتی داشتیم، هیچ کدوم نگرفت. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.